چی صدا کنم تو رو وای روح آدم ارضا میشه واقعا. So what's up guys, this is آصف رسولی. خیلی خوش آمدید در چنل خودتون. امیدوارم هستم که جور و صحتمند باشین. امشب هم یکی دیگر از برنامه‌های نوستالژیک داریم، موزیک‌های نوستالژیک ایرانی که فکر میکنم که برای افغانستان هم بسیار زیاد نوستالژی باشه، چون زبان و لهجه همه‌مون خیلی شبیه به هم است. از اون خاطر برای همه‌مون نوستالژی است. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، لایک و کامنت و سابسکرایب حتما فراموشتون نشه که در پیشرفت برنامه ما بسیار کمک میکنه. این اینستاگرام هم که دنبال میکنید. اندوال مستی بریم آهنگای نوستالژی ببینیم که برای همه ما خیلی نوستالژیک و خاطره انگیزه. تو چقدر نازی اهل آبادان روسم اندیش دل به تو باختم چه آهنگی. او بلک کس کامران هومن بلک گنگ غروبه. مهراد دیدن یکی دیگه از آرتیست‌های ایرانی در رابطه با این موزیک‌های بندری میگفت که تو اصلا بندر یک بار از نزدیک ندیدی. چی در رابطه با بندر می‌کنی؟ 30 سال راجع به دختر بندر دارم می‌خونم. بابا چی دختر تو بندر رو ندیدی تو زندگیت؟ اگرم دیدی مال 30 سال پیشه. این موزیکا نمیدونم خیلی اون زمان یک تایمی بود که هر کسی یک آهنگی میخوان در رابطه با دخترای بندر جنوب ایران است، اهواز و بوشهر و مسجد سلیمان اونجا رو میگفتن در رابطه با دخترای اونجا آهنگ میخواندن، اما علت ما خیلی نفهمیدیم. سیندرلا کامران هومن اون زمان تحت لیبل بلک کت کار میکردن، بعدا جدا شدن. بیا دوباره بلک کست. شما فکر کنم خودتونم بدانین، ولی بهتره بهتون بگم که مغز متفکر بسیار از خواننده‌های لس آنجلسی او زمان شهبال شبپره که پشت سر از زمین نفر است 100% بشناسین دیگه، برادرش شهرام شبپره. شهرام شبپره خودش آهنگساز و خواننده بود، شهبال پرودیوسر بود. خودش جلوی میکروفون خیلی من ندیدم که بره. ببینید چقدر آرتیست بلک کست آورده که حتی هنگامه جزو بلک کست بود. کامران هومن، سامی بیگی، کامیار. این نام این بچه رو من یادم رفت. این هم بود دیگه. خیلی از آرتیست ها داخل بلک کست بود و بعد آمد بیرون معروف تر هم شدن. یادش بخیر. خیلی سامی بیگی. سامی بیگی دایی ویدیو رپ هم خوانده بود. ادامهش اگه برین سعی کنیم متاسفانه اینا چون کپی رایت میخوره ما نمیتونیم بیشتر از 15 ثانیه اجازهش ندارم. شاید اصلا همین خود همین ویدیو هم کپی رایت بخوره، ولی خب اون حس نوستالژی برای من مهمتر است. برا گذاری دل و هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری. میای از این برا گذاری دل و هر جا بخوای. کامیار عزیز بازم بلک کت. بلک کت چقدر موزیکای خاطر انگیز داره. این دختره رو دیدین؟ دختره بعدن خواننده‌ش فکر کنم یک ترک بیشتر هم نداد که سعید پانتر بود اگه اشتباه نکنم. اسمش هم ساهارا بود. آیا ادیتورم ویدیو ساهارا رو بذار. فکر کردی با یه دختر تیرتش مامان طرفی، یه دختر نازی با ناخونای صدفی. دیدین؟ نفر خواننده شد بعدن. امیدوارم هر جای دنیا که هست موفق باشد، چون داخل یکی از موزیکایی که بسیار خاطر انگیزه برای همه ما شرکت کرده بود. بلک کت کامران هومن. این شهبالیه مغز متفکر بلک کت. بچه های بویز. چقدر کالاهایشون شبیه. نگاه دختر احمدآباد تو عروس بندری خیلی اون زمان در رابطه با دخترای بندر میخوندن. البته خب خیلی هم موفق بودن.
این دوتا بنده خدا از هم جدا شدن، این دوتا خواننده The Boys. یکشان میخواست که راک بخونم و دیگه موافق نبود که سال 2008 بود بخیالم که کلن گروهشون از هم پاشید و بچهای ایران یا همون The Boys کلن گروهشان پایان یافت. این بود که میخواست راک بخونه. بعد شما یادتون نمیاد دیدن این موزیک ویدیو اون زمان جرم بود. خیلی نمیدونستن راحت سعی کنن. اسی دوبی ما هم بریم سفر دوبی. چقدر در عروسی های موزیک پلی میشد. یه بار حمید عسکری چقدر صدا شبیه شادمهر بود به نظرم. خیلی صدا شبیه شادمهر بود. به خاطر تو میخونم یا تو یا هیچ کس دیگه، قدر چشاتو میدونم یا تو یا هیچ کس دیگه، به خاطر تو میشکنم یا تو یا هیچ کس دیگه. چقدر ترند بود این موزیک، یادش بخیر. تو ناز نکن درست. این موزیک فکر کنم مال 25 سال پیش است. چی صدا کنم تو رو وای روح آدم ارضا میشه واقعا. شد از یادم بری کاشکی دل سنگ بودی تا که دل تن نبودم کاشکی بد بودی تو من یک عالم خاطره برم از زندش. جونی جونو میار جونو بیا درد نصف ویوهایی که جونی جونم داره مطمئن باشید که مال مردم افغانستان هست، چون خیلی عزیز بودی موزیک. مهتاب لب دریا خیلی خاطره انگیزه این موزیک. واو این مریم فکر کنم داخل 3 تا یا 4 تا از موزیک ویدیوهای منصور اون زمان یادمه که اشتراک کرده بود. در میده این موزیک ویدیو هم هست. اینه مریم. مواظبت خودت باش، دیگه نکن آروم بگیر، به فکر زندگیت باش. واسم میشه اگه بفهمم داری قصه میخوری، شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری. دلت نگیره مهربون امید آمری یار من دیوونه بود، عاشق نبودی میدونم، بودن من بهونه بود. برو گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه من روتری، گلی خوشگلی، گلی دلبری، از همه زیباتری واسه من. آقا گلی مگه ما در قرص مگه نمیگیم گلی؟ آقا چمون گلی رو بیار. یاره لبات گیرایی داره، فدات بشم دوباره، این قلب من تازه کاره، خارج بای بای بلوی دای من کوش، بای 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 میرم از سوش، بای 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 پار میدای من کوش. من از تبار غربتم، از آرزوهای مهان، قصه ما تموم شده با یه علامت سوال. پر پرواز فیلم خیلی قشنگی بود.
شهاب‌سیام اون سالی این کار داده بود که اوج تاسفانه نژاد پرستی در ایران بود. الان خب خیلی بهتر شد خوشبختانه، ولی اون زمان اوج نژاد پرستی بود. البته خود شهاب‌سیام مطمئنا این موزیک ویدیو زمانی جور کرده که اصلا نزدیکای ایران هم نیست، حتی ترکیه هم نیست، یعنی یک جای دیگه اساسا هیچ خبر نداشت که مردم افغانستان داخل ایران چه مشکلاتایی داشتن. ولی یکی موزیک داده بود، یکی حالا ترانه‌سرای کار نوشته کرده، بعد حالا این هم آمده اون رو گوش داده و انتخاب کرده. به نظرم کار خیلی تحسین برانگیزی است. امیدوار هستم که روزی باشد که شاهد از این باشیم که هیچ نژاد پرستی در یک جای دنیا نباشه، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین قربانی نژاد پرستی است. من تون میزنه میخواد دارون بزنه. چقدر در روسیایی پخش نشد. شرکت های پخش موسیقی مثل ترانه، مثل کالتکس، مثل آونگ که چیزش هم رئیسش هم آرمین هاشمی است، واقعا به موسیقی ایران خیلی 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 کمک کردن. در رپ هم که یاشار رفا بود، رفا اگر یادتون باشد بسیار کمک کرد. خیلی وقتی که خب یک آرتیستی میخواد یک کاری پخش کنه یا میخواد شروع کنه، باید یک کسی باشه که مسئول پخش باشه یا اصلا اون پیسه خود کار کردن این آرتیست بده. مثلا شما فرض رو بر این بگیرید که کامران هومندی که این همه مثلا با استعداد بودن، اگه شرکت کالتکس نبود، بلککست نبود، اینا نبود، خب اینا خب استعدادشون حیف میشد دیگه. در افغانستان هم 100% همین مثل کامران هومندا یا شاید از اونها هم بهتر ما داشتیم، اما متاسفانه شرکت‌های مثل کالتکس و ترانه و شرکت‌های مثل آرمین هاشمی فقط ولی را ساپورت میکنه، همین آونگ. ولی بازم خیلی خوب بود دیگه. شما سعی کنید که چقدر آهنگ نوستالژی و زمان ما داریم برای ایران. البته افغانستان هم هست. شهرام کاشانی نازی جون، وای لوگوی ترانه رو سعی کنین. مطمئنا شهرام کاشانی نیومده پیسه نمیفهم پیسه‌هاشو جمع کنه برای یک آهنگساز پیدا کنه، یک اینا چیزایی بود که بالاخره کمپانی به اینا ساپورت میکردن. اینا آخ دختر بندری، ببین اون زمان چه افکتی آوردن. بازی مدل‌ها که رایگان نیستن دیگه، و مدل‌های آقا و مدل‌های خانومی که آمدن. وای شراره این موزیکش دو تا ورژن، دو تا ویدیو داد. نفهم علتش هم هیچ وقت من نفهمیدم. ویدیو فکر کنم مال تقریبا کم مال 30 سال پیش است. بفرما کالتکس رکورد گوش کنیم. در روسیه چقدر پخش میشد. ورژن دومش رو ببینیم. کسی میدونه دقیقاً اینا چه سوالی ضبط و پخش شده؟ اگر میدونین لطفاً در کامنت ها برای ما به اشتراک بذارید. بنیامین بنیامین تمام ترک های ای آلبومش جذاب و خاطر انگیزه برای همه ما. بنیامین کسی بود که همون سالهای 84 بود 83 بود، خیلی خاطر انگیز بود این آلبومش برای همه ما. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما در کامنت ها برای ما بگین که دیگه شما چه چیزایی در ذهنتون میرسه. حتما در کامنت ها بنویسین که قسمت دومش هم برای شما جور کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اندوالم هستین. شبتون بخیر.